ارتباط به محبت به رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هست. محمد کیست؟ محمد کی بود؟ از جانب کی آمد و به خاطر چی آمد و فرقش نسبت به سایر بندگان خداوند چیست؟ حسن یوسف دم عیسی ید بیضا داری، آنچه خوبان همه دارند یا محمد تو تنها داری. بحث از ارتباط به محبت با رحمت للعالمین سردار انبیا محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و سلم هست. بدون شک تو صاحب اخلاق بزرگی. باز هم اون معنایی را که قرآن افاده میکند ما نمیتانیم که او را، بلکه قرآن با فصاحت و بلاغتی که دارد الله جل ذکره میفرماید و انک لعلی خلق عظیم. بدون شک تو مسلط هستی بر اخلاق بزرگ. گویا تمام اخلاق نیکو که برای کمال انسانیت الله جل ذکره در قبضه محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم. یک واقعی رسول الله را شما اگر مطالعه بکنی تعجب میکنی چقدر حوصله برش داده. شخصیتی که در طایف میره بوتای مبارک از خون پر میشه، از دست فشار مردم، زدن مردم، اما ای از دهن مبارکش بددعا نمیبرایه. ای میگه اللهم اهد قومی فانهم لا یعلمون. الله قوم مرا هدایت کو چرا که نمیدانند. ما کدام رای پیغمبر، کدام دعوتی پیغمبر، کدام روش پیغمبر؟ حدیث قدسی است، لفظش موضوعی اما معنایش صحیح. میگه لولاک لما خلقت الافلاک. ای پیامبر اگر تو را پیدا نمی کردم افلاک را پیدا نمی کردم. ای پیامبر اگر تو را پیدا نمی کردم خدایی خود را آشکارا نمی کردم. سردار فرزندان آدم هستم در روز قیامت ولا فخر، تکبر نمیکنم. میفرماید که اولین کسی که در میدان حشر قبر شق میشه و بیرون میشود من هستم. اولین کسی که به دروازه جنت تک تک میزنه از داخل صدا میشود من، میگه محمد صلی الله علیه و سلم. پیرهدار میگه که بلی از طرف خدا مکلف هستم، این دروازه قبل از تو به هیچ کس باز نمی. انا حامل لواء الحمد یوم القیامه. پرچم حمد به دست من است در روز قیامت. اولین کسی که برای تمام انسانیت و شمول انبیا شفاعت میکند من هستم. شهامت یک زن، عشق و علاقه یک زن در صدر اسلام نسبت به رسول الله صلی الله علیه و سلم. زمانی که در غزوه احد زنی بود از مدینه منوره، شوهرش، برادرش و پدرش در غزوه احد شرکت میکنند. یک زن شوهر و برادر و پدر خود را به احد همرکاب رسول الله میفرستد. زمانی که از مدینه برمیگردند نزدیک مدینه منوره شایع می شود که رسول الله کشته شده اند. نزدیک مدینه شایع می شود این زن بیرون می شود سراسیمه، هر طرف نگاه می کند، جنازه پدر را می بیند توجه نمی کند، جنازه شوهر را می بیند توجه نمی کند، جنازه برادر را می بیند. میگه از تو 3 کس شهید شده، میگه همه صبرش مشکل نیست، از رسول الله برایم بگویی. عشق و علاقه یک زن، شوهر شهید میشه، برادر شهید میشه، شوهر شهید میشه، میگه از رسول الله برایم بگویید.
رسول الله را نشان میدهند، رسول الله را نشان میدهند. اون زن میره در کنار رسول الله، دامان رسول الله رو میگیره، میگه یا رسول الله بعد از مصیبت شما همه مصیبت برایم آسان هست، اما مصیبت شما را تحمل کرده نمیتوانم. اگر کسی ادعای محبت رسول الله را داره، رسول الله را شخصیتی بشناسه، رسول الله را بشناسه که ما چه قسم محبت پیغمبر را در قلب داشته باشم. ما عقیده داریم برادرها که محبت پیغمبر جز ایمان ماست. اگر محبت پیغمبر در قلب ما نباشه، ولو که 100 سال شب و روز روزه بگیری، نماز بخوانی، حج بکنی، در روی جنت دیده نمیتونی. ما خود تو را ندیدیم، نام خوشت شنیدیم، دین تو برگزیدیم یا مصطفی محمد. آن محمد که احمدش خوانند، نور چشم دو عالمش خوانند. محمد بشر لا کالبشر بل هو کالیاقوت بین الحجر. بسم